طرز درستی سلامی در نماز السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. این طرز درستی سلام در نماز است. وقتی که صحابه پیغمبر میگوید پیغمبر خدا سلام میدادن در نماز، رخسارش آدم پس بودگیش میدید. فهمیدین؟ وقتی که سلام میداد حبیب خدا آنچنان گردنشون میگرداندن طرف دستشان که رخسارشان آدم در پس بودگی میدید. این بعضی آدمای هست از الحال که همچنان سلام میدهند که دیگر حتی رخساره هاشون گویم که پهلوش نمیبینند. برای همین شما آنچنان گردنها را میگردانید در حالت سلام که رخساره هاتون آدم در پس بودگی باید ببینند. و بعضی آدما بسیار ایتا با یک مشکلات گردن میگردانند، مثل یک پایان میبرن و بالا میبرن و دیگر همه آزاد. السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، تمام بس است، آزاد. این طرز درستی سلام دادن در نماز.